ویدیو میخوام دو تا ترفند به یاد بدم که سرعت اینترنت رو ببری بالا. ببین با قند شکن به اینترنت وصل چقدر سرعت خوبی داره. شما اگر این دو تا کار انجام بدید سرعت قند شکنتون خیلی میره بالا. راه حل اول چیه؟ شما اول اصلا باید وارد تنظیمات گوشیتون بشین. فرقی نداره آیفونی چه اندروید. وارد قسمت کانکشن میشی. تو این قسمت روی موبایل نتورک کلیک میکنی، روی اکسس پوینت میزنی. اینجا باید یک گزینه رو اد کنی. من توی قسمت نیم میام یه نامی رو مینویسم، مهم نیست هر چیزی میتونه باشه، مثلا نوشتم استاد. اما تو قسمت APN شما باید عبارت google.com رو وارد کنید. بعد از اینکه این رو وارد کردین روی اوکی میزنید، از این سه نقطه بالای صفحه اون رو سیو میکنید. بعد از اینکه سیو شد سوئیچ میکنید روی این چیز جدیدی که درست کردید. الان ما اومدیم روی این قسمت. این راه حل اول. راه حل دوم برای اینکه بتونید سرعت قند شکن رو زیاد کنید، بعد از این کار وارد VPN های خودتون میشین. زمانی که وارد VPN میشین وارد قسمت تنظیماتش میشین. من الان وارد قسمت تنظیمات شدم، روی ستینگ کلیک میکنم. اینجا گزینه وجود داره به اسم VPN پروتکل. وقتی رو VPN پروتکل بزنید پروتکل های مختلفی هستش که خب اکثرا رو بستن اپراتورها. شما رو بهترین اپراتور که میتونید کار کنید TCP هستش. اینجا من روی TCP اومدم. مثلا یکی داره OpenVPN TCP، LotPay TCP که من روی اینها میتونم بذارم. مثلا روی سوئیچ میکنم و به اینترنت وصل میشم. اگر شما این دو تا کار رو انجام بدید خیلی راحت میتونید با استفاده از پروتکل TCP و روشی که من بهتون گفتم APN تون گوگل گوشین سرعت اینترنت خودتون چندین برابر کنید. حتما این ویدیو رو برای دوستای خودت بفرست تا اونها هم از این ویدیو استفاده کنن. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.